سلام علیکم به همه عاشقای آشپزی. من مریم هستم. به پیج من خیلی خوش اومدید. این کیکور که یادتون هست تو پست قبلی فیلینگ و آستر کشیشو انجام دادیم. امروز میخوایم با همدیگه خامه کشی کاملشو انجام بدیم. حالا صحبتو کم کنیم و بریم سراغش. خب همونجور که توی ویدیوی قبلی هم بهتون گفتم، من این کاسه با این تیغه همزنمو گذاشتم تو فریزر که کاملا سرد بشه. هر چیزی که برای درست کردن خامه میخوام استفاده کنم باید خیلی سرد باشه. 2 تا پاکت کرم شانتی میریزم تو کاسه. بچه‌ها برای خامه کشی اصلی کیک کرم شانتی هم خیلی قوامش بیشتره، هم خیلی خوشمزه تره. از اون خامه مایع هم میتونین استفاده کنین، ولی کرم شانتی یه چیز دیگه است. نصف قاشق چای خوری هم وانیل بهش اضافه میکنم، وانیل شکر. نصف قاشق چای خوری هم پودر قند، خیلی کم چون خودش شیرین. 2/3 لیوانم شیر سرد کم چربم باشه. من از شیر 2% چربی استفاده میکنم. خب حالا با دور تند همش میزنم که فرم بگیره. خب بچه‌ها خامه آماده هست. هم جوری که بهتون گفتم اینجوری میتونین بفهمین که آماده هست یا نه. نگاه، این تیزیو خم نشده. وقتی تیزی قشنگ کامل تیز میمونه یعنی خامتون به اندازه کافی زده شده. اگه یه وقت زیادی زدین سفت شد، یه ذره شیر بهش اضافه کنین، دوباره هم بزنین. خب الان میذارمش تو یخچال تا بقیه چیامو آماده کنم. بچه‌ها یه قیف دارم، ماسوره گرد رو گذاشتم توش. توی لیوان میذارم چون خامه ها رو میخوام بریزم تو قیف. الان با کمک لیسک خامه ها رو منتقل میکنم به قیف. باقی خامه ها رو دوباره میذارم تو یخچال. اصلا خامه رو بیرون نمیذارم که شل نشه. الان با قیف خامه رو اینجوری میدم رو سطح کیک. بچه‌ها بدون قیف هم میتونین این کار رو انجام بدین. با کمک پاله خامه رو بدین به کیک، ولی با قیف خیلی راحت تره و به یه اندازه خامه میشینه. خب رو سطحش تموم شد. بدنه هاش هم به همین شکل خامه میزنم. خب بچه‌ها نگاه، الان من سطح کیک رو کامل خامه دادم. الان به کمک پالت و از این کاردک ها، از این کاردک ها ندارین اشکال نداره، با همین پالت هم کارتون راه میفته، ولی اینا خیلی کمک میکنه. من این ابزاری که میخوام استفاده کنم من گذاشته بودم تو فریزر. نگاه از ظاهرش هم پیداست. حالا آروم آروم از بالا شروع میکنم، خیلی آروم با فشار دست کم. اینقدر روش میکشم تا یه سطح صافی بهم بده. این کاسه که خامه توش درست کردم و میذارم کنار دستم. بعد همینجور نگاه یه ذره خامه اینجا مونده، هی این رو اینجوری میکشم به لبه کاسه، تمیزش میکنم که خامه‌ای که اینجا هست دوباره نده به کیک. حالا شروع میکنم به بغلاش. دست دل من رو شده انگاری که جا. اول هر جایی که میبینم خالی پر میکنم، بعد که همه چاله چوله ها پر شد بعد صافش میکنم. الان اینجا یکم خالیه. خب یه ذره خامه برداشتم توشو پر میکنم. خب نگاه الان همه چاله چوله ها رو من پر کردم. الان به کمک این کاردکو نگاه زاویه 90 درجه میذارمش، اصلا فشار نمیدم، فقط کیک رو میچرخونم. اینقدر این حرکت رو تکرار میکنم که یه سطح صاف داشته باشم. اینو هم باز هی تمیزش میکنم. خب بچه ها ببینین بغلش به یه صافی قابل قبول رسیده. بعد حال میرسم به بالوی کیک. بالا نگاه به کمک پالت فقط هم تیکه هایی که اومده بالا رو اینجوری میکشم به سمت تو. اگه میخواین خامه صافی داشته باشین باید حوصله به خرج بدین. این که تون بخوای زودی تموم بشه کارت فایده نداره، کارت تمیز در نمیاد. بعد بچه ها نگاه هی از بغل نگاهش میکنم ببینم رو سطح کیک صاف باشه. هر جاش بالا پایینی داشت مثلا اونجا رو صافش میکنم. حالا من این قسمت رو یک کم بالاتر از بقیه قسمت ها هست، یک کم فشار میدم، خامش میکشم به این سمت.
الان دیگه یعنی ارتفاع همه جاش یه اندازه هست. الان فقط میخوام رو سطحش رو صاف کنم. من دوست دارم امشب یه جور دیگه جذابی. خب دیگه خامه کشیم تموم شد. اون اندازه‌ای که میخواستم صاف بشه صاف شده. دیگه ما که شیرینی‌پز و قنات نیستیم که بتونیم خیلی کیک‌های خفن درست کنیم. به نظر من این قدری که من صافش کردم خیلی ازش راضی هستم. بریم برای تزیین. کیو بیارم به جاتو اونا که نمیرسن به پاتو. بازیم نده دلم اومده برات بمیره. یه تن خودم فداچم اومدی که مبتلاچم. تو بیا بخند چشاتو نبند دلم میگیره. کیو بیارم به جاتو اونا که نمیرسن به پاتو. بازیم نده دلم اومده برات بمیره. دست دل من رو شده انگاری که جادو شده. زده به سرم تو رو ببرم هر جا دلت خواست. حال دلمو بد نکن دست دلمو. خب اینم از کیکمون که آماده شد. بچه‌ها این کیک رو من برای تولد آقای حاجی درست کردم. یعنی میخوام بگم که کیک تولد مردونه هست. قرار نیست تا که میخوایم برای مرد کیک درست کنیم حتما یا از سیبیل استفاده کنیم یا از پیرن مردونه استفاده کنیم. از طرح‌های اینجوری که مثلا یکم حال تکراری شده میتونیم برای کیک‌های مردونه هم از تزیین‌های گلگلی و خوشگل و رنگ و رنگ هم استفاده کنیم. امیدوارم که دوست داشته باشین، درست کنین، عکس رو برام بفرستین که ذوقتون رو کنم. نوش جونتون.